بچه که بودم یه خونه خیلی بزرگ داشتیم که 5 تا اتاق خواب داشت. من شبا توی اتاق آخری خونمون تنها میخوابیدم. شبا تا خود صبح چند نفر بالای سر من صحبت میکردن با زبونی که هر چقدر من گوش میکردم که بشنوم ببینم اینا دقیقاً دارن به چه زبونی صحبت میکنن و چی میگن، اما اصلا متوجه نمیشدم. من خیلی میترسیدم، اصلا از زیر پتو جم نخوردم و تکون نمیخوردم، اما هر موقع واسه مامانم تعریف میکردم بهم میخندید و منو مسخره میکرد. یه شب خودش دقیقاً رفت همون اتاق آخری خونمون خوابید. نصف شب با جیغ و داد از اون اتاق فرار کرد و اومد بیرون. جنا رفته بودن بالا سرش رو بیدارش کرده بودن، همونجور که بالای سر من صحبت میکردن. از اون موقع به بعد شبایی که اونجا میخواستم بخوابم مامانم منو میکشوند بیرون، اجازه نمیداد که هیچ کس روی اون اتاق بخوابه. هیچ وقت نفهمیدم دلیلش چی بود و چرا اون اتاق اینقدر عجیب بود، اما دیگه هیچ وقت هیچ کس روی اون اتاق نخوابید و در اون اتاق برای همیشه قفل شد. من مرول هستم و داستان‌های واقعی و ترسناک شما رو تعریف می‌کنم. شما هم اگر داستان ترسناکی رو تجربه کردید توی کامل یا توی دایرکت برای من کامل بنویسید، حتما اون رو برای شما بازگو می‌کنم. ممنون که ویدیو رو لایک می‌کنید.